آیا میدونستید که اگر محتوایی که دارید روی سایتتون منتشر میکنید دارای فهرست باشه معتبرتر میشه؟ چطوری؟ وقتی که کاربر میاد یک محتوایی رو نگاه میکنه، همون ابتدا فهرستی از عنوانهای اصلی رو میتونه مشاهده بکنه که ببینه آیا این مطلب اصلا به دردش میخوره یا نه. اگر محتوای شما محتوای خوب و مناسب و کاربردی باشه برای اون کاربر، قطعاً میره سراغ مطالعه اون محتوا. از نظر گوگل هم یه اعتبار در واقع کمی میگیره اون محتوا. اگر که در واقع فهرست محتوای شما، فهرست عنوانهای شما روی متنتون باشه، طبیعتاً بار مثبت‌تری رو خواهد داشت. اگر هنوز نمیدونید چطور این فهرست محتوایی رو روی سایت المنتوریت منتشر کنی، بیا بریم توی این کامپیوتر بهت آموزش بدم که چطور اجراش بکنی. Table of Contents یکی از در واقع جذابیت هایی که در واقع ما داریم در بحث عنوان ها و فهرست ها. ببینید میخوام اینو بهتون توضیح بدم که چی هستش. برای این موضوع میخوام ببرمتون روی سایت قیقی، یکی از مقالات. این سایت قیقی من یه ریفرش بزنم، دقیقاً با المنتور پرو طراحی شده دیگه همه چیش. من این عکس رو نمیدونم چرا لود نمیکنه، خاطر سرعت اینترنت دیگه. یعنی ما سرعت اینترنت این روزا انقدر حالش بده که نباید همچین. تازه اومد، من باز ریفرش زدم ولی میبینید که انقدر سرعت اینترنت ضعیف شده تو این ایام. متاسفانه باید کلی صبر کنید تا این بیاد بالا باز خودش. البته اینترنت من الان اینطوریه چون تقریبا ساعت شلوغی هاست، همین ساعت هولوش 6 و خورده ایه من دارم ضبط میکنم و این اتفاقی میفته. و حالا ما یه همچین چیزی رو قطعا با هم دیگه میخوایم طراحی کنیم، در آینده بهش میرسیم. از این بالا هدرها گرفته تا اون فوتر پایین و هر چیزی که بخوایم اونجا، نه تنها این مدل های مختلفی رو با هم طراحی خواهیم کرد. حالا من اومدم اینجا که به شما بگم یک مثالی که راجبه تیبل آف کانتنت میخوام بزنم. تمام این مقالات یه بخشی دارن به نام تیبل آف کانتنت. ببین این بخش ها تیبل آف کانتنت هست که مثلا من وقتی اینو میزنم میره تو اون قسمت. حالا بذار یکی دیگه شو بریم میذاره جمع جورتر باشه. مثلا این مقاله رو ببینیم چیه. اینجا هم ببین تیبل آف کانتنت ها رو ببین. مثلا میگه آقا بهترین جایگزین اینستاگرام، میزنی قشنگ میری بهترین جایگزین اینستاگرام شروع میکنی خوندن. یا مثلا میگه آقا من دارم مقاله رو میخونم، مقاله حوصله ندارم، مثلا میگیم اپلیکیشن بی ریل که گفتی چی هستش، یه ذره راجبش مطالعه میکنم، باهاش آشنا میشم. به این میگن تیبل آف کانتنت. حالا این تیبل آف کانتنتی که اینجا وجود دارم همینه. شما تو صفحات مختلفی که هستید، حالا این مثالشو تو در واقع صفحه میارم. البته این یه تیبل آف کانتنت اتوماته که البته این هم میتونیم برای همشون تعریف بکنیم، طراحی کنیم و تعریف کنیم. این تیبل آف کانتنت میگه که آقا مثلا بیا تو هر صفحه که هست عناوین مختلف بر اساس تگشون شناسایی کن، بیار اینجا. مثلا میگه آقا تگایی که مثلا H2 H3 H4 H5 H6 رو بیار اینجا. من مثلا اینجا تگایی رو میذارم که فقط H2 و H3 هستن، یعنی H4 رو نمیذارم دیگه. بیار یا آقا این موضوعات اصلیم H2 H3 هدر 2 هدر 3 که حالا با اینا آشنا میشید. مثلا اینم پاک بکنیم ببین هدرها الان هی کم باید بشه، یا اینکه مثلا اینا همشون هدرای ببین بله اینا همه یا H2 یا H3. حالا چی هستن اینا؟ اون دوتاش که دیده نمیشه تو صفحه هستیمون. چرا دیگه اینا؟ ببین اینا این دوه. بله اینا ها مقاله سلام دنیا شماره 2 شماره 3 سرویس طلایی اینا رو شناسایی کرده. اینتریور تایتل هم اینا H2 هن. من فکر کنم H3 هم نباشه، اینا همشون H2 هن. نه H3 بودن اتفاقا. خب H3 اینا رو شناسایی میکنه. میگه آقا مثلا اگر این بره اون بالا قرار بگیره، مثلا میگیم بالا قرار بگیره، برو رو H شماره 2. البته این هنوز تگش فعال نیستش که این کار رو انجام بده و نمیتونه بفرسته اون اقدام رو انجام بده، ولی چون لینک نشدن درست حسابی باید اینا لینک بشن به این شکل. و میتونی طراحیش بکنی دیگه. طراحیاش هم حالا به صورت‌های مختلف میتونی
انجام بدی. اینجا که کار خاصی نمیکنه، میتونی فقط بنویسی که عنوان موضوعات این صفحه فرضاً اینجا بنویسیش و این هم که خودش اتومات گراب میکنه. اینجا میتونی نامبرز بذاری یا بولتس بذاری این بغل و استایلش هم اینجا تغییر بدیم. میگه بک‌گراند براش بذار، مثلا یه بک‌گراند این رنگی بذار، بعد بوردرش هم مثلا این شکلی سفید بذار دیگه. ارزم به حضور شما ببینیم این کدوم کالرشه که اینجا مشخص نیست هنوز. این لود میکنه میاد این کالره. اینجا هم دیگه مشخصه که چیه و این شکل میتونیم تغییراتی رو بهش بدیم هر جور که دوست داریم دیگه باش کار بکنیم. مینیمم ماکسیمم هایتش رو مشخص کنیم، سایه بدیم بهش حتی، و هدرمون رو هم میتونیم تغییر بدیم. مثلا میگم هدرمون به این شکل باشه، تکست کالرش مثلا مشکی باشه. لیستمون هم میگیم آقا مثلا بیا تکست کالرش رو کجا بود، تکست کالرش رو بذار مثلا سفید که با اینجور در بیاد. اینا رو هم بکن سفید دکمه رو. حالا میتونی یه ذره دوستی تر کنی که متفاوت از اون باشه، یه همچی چیزی. و برای میتونی 10 تا بسازی، 20 تا بسازی، 100 تا بسازی، مهم نیست. این هم حالا باهاش آشنا بشید تا بعداً به موقع بهتون بگم داستانش چی هستش.